تا حالا فکر کردی چرا وقتی درباره آزادی حرف میزنن همیشه یه پرچم تو باد تکون میخوره؟ چرا همیشه دوربین آهسته میشه، نور خورشید تو صورت یه آدم میتابه و یه لبخند مصنوعی همه چیزو کامل میکنه؟ آزادی، واژه‌ای مقدس اما مشکوک. شاید فقط یه اسم قشنگ باشه که سالهاست سرمون کردن. یه برچسب طلایی روی یه جعبه خالی. حالا یه سوال. اگه آزادی واقعی باشه، پس چرا هرچی بیشتر به دنبالش میگردیم، کمتر پیداش میکنیم؟ چرا هر چقدر که انتخاب داریم، بیشتر احساس گیجی و فشار میکنیم؟ نکنه آزادی توهمه، یه کلک تبلیغاتی؟ نکنه ما فقط فکر میکنیم آزادیم، ولی در واقع فقط توی یه قفس